رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه حادثه بم برخوردن دو ماشین تاکسی در پایتخت تاجیکستان را که عکس‌هایش در اینترنت پخش شده واکنش‌های زیادی را پیرامون چگونه ماشین راندن تاکسیرانها و بازی کردن آنها با حیات مشتریانشان به بار آورد شرح داد. میلیسیا گفت این صدمه در نتیجه سبقت یا افغان و گردش نادرست رخ داده است. میلیسیا دوشنبه گفت در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نوار صدمه دو ماشین تاکسی نشر گردیده باعث به میان آمدن واکنش‌های شهروندان و سطح پست خدمت رسانی تاکسی گردیده است. میلیسیا با اظهار تأسف میگوید هرچند از جانب کارمندان مقامات میلیسیا و دیگر مسئولین ساحه جهت پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی و درست برای ماندن خدمت رسانی مسافربری پیوسته کارهای فرماندهی و رید و عملیات‌های پیشگیری کننده گذرانده شود هم، ولی همان هستند بعضی از رانندگانی که عادی‌ترین علامت و طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده در نتیجه سبقت نادرست جان خود و دیگران را زیر خطر می‌گذارند. به اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی دوشنبه صحنه 24 ایول سال 2023 تقریباً ساعت 14:20 راننده ماشین تمغه هوندای الانترا رقم قید دولتیش 6660 تا 05 سلیموف بحرالدین که از کوچه عینی به سمت کوچه نثار محمد حرکت میکرد ضمن سبقت یا افغان و گردش نادرست نمودن به ماشین تمغه کیا ریو رقم قید دولتیش 2524 تا 99 تحت اداره شهروند حقل فرهاد که از طرف کوچه عینی به سمت کوچه بیزاد برای اساسی حرکت میکرد برخورده است. خوشبختانه در نتیجه این صدمه نقلیاتی یگان نفر جراحت جسمانی نبرداشته است، اما هر دو واسطه نقلیات مسافربر ضررهای گوناگون تکنیکی دیدند. میلیسیا گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تحقیق قرار دارد.